بسم الله الرحمن الرحیم. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. با درود و سلام خدمت شما عزیزان. الحمدلله با ولایت زیبای پنجشیر رسیدیم. فامیل های نیازمنده که در اثر سیلاب متضرر شده بودند. بسته های مواد خوراکی است: آرد، روغن، برنج، بوره، چای، لوبیا، کمپل و همچنین مواد شوینده باب مثل شامپو و در واقع پودر و همچنان وسایل ضروری دیگه به 100 خانواده نیازمند آماده شده است. الله متعال در این بار که البقره چیزی با میفرمایند کسایی که شب روز به طور آشکارا و در نهان اموالشان خرج میکنند، اجرشان بالای متعال است، نه اندوهگین میشوند و نه ترسی خواهند داشت. سپاسگزار هستیم از فهیم عزیز بابت ای که مجموعه از دوستا را جمع کرده از طریق در واقع یک صفحات اجتماعی و مبلغ فرستاده بودند و که تقریبا 250,000 افغانی میشد و ما با اون پول البته پول دیگه اضافه کردیم و 100 خانواده را در واقع نیازمند شناسایی کردیم و این مواد به اونا تسلیم داده میشه. دوستان عزیز فراموش نکنین که هموطنان عزیز ما نسبت به هر وقت دیگه آسیب پذیر شدن نیازمند هستن. انشالله شما کمک کنین، دستگیری کنین. لینک ها مشاهده خود کردین. داخل این کلیپ مرحله اول تمام شده است، مواد به سر جاش قرار گرفته. میریم به مرحله بعدی انشالله مختصر با عزیزای صحبت میکنیم. الله متعال از کسایی که در این امر خیر سهم میگیره بهشون اجر و پاداش نده. کجا چقدر مردم اینجا کمک کردن و وضعیت اقتصادی مردم چگونه است؟ وضعیت اقتصادی ما تقریبا صفر است. مردم کارشناس نظر کمکی که آمدن تقریبا 25% کمک شد. و اندازه که باید شود و رسانه‌ها کمک میکنن. چطور از وضعیت اقتصادی مردم در این منطقه؟ والا نه دیگه وضعیت خراب وضعیت خراب است. قبلا هم کسی کمک کرده بود؟ نه نکرده بود؟ نه. انشالله این مواد مشکلات را نمیکنه. یا خداست میره نه چرا نمیکنه. خیلی